در سال 1979 یک دختر نوجوان در خانه‌ای دور افتاده در جنگل‌های مینسوتا از بچه‌ها به عنوان پرستار مراقبت میکنه. پس از خوابوندن بچه‌ها روی یکی از مبل‌ها میشینه تا تلویزیون تماشا بکنه. لحظه‌ای بعد ناگهان با یک تماس تلفنی غافلگیر میشه. گوشی رو برمی‌داره و ناگهان صدای ناهنجاری رو میشنوه که میگه تلفن دوباره زنگ میخوره. این بار اون صدا میپرسه پرستار نگران میشه و تصمیم میگیره که با پلیس تماس بگیره. اپراتور به پرستار توصیه میکنه که اگه دوباره تماسی گرفته شد تماس رو نگه داره تا بتونن مکالمه رو ردیابی کنن. لحظه‌ای بعد تلفن خونه دوباره زنگ میخوره و اون صدا با خشم میگه پرستار کل بدنش رو ترس فرا میگیره و طبق دستور اپراتور تماس رو نگه میداره. تلفن زنگ میخوره و این بار صدای اپراتور با اضطراب و وحشت از پشت تلفن میاد که میگه از خانه خارج شو، تماسا از اتاق بچه‌ها میان. پرستار وحشت زده شده بود و همینطور نگران بچه‌ها. اون تصمیم میگیره که از خونه فرار بکنه. پرستار در حال فرار کردن بود. ناگهان مردی بلند قامت از سایه‌ها بیرون میاد و با همون صدای آشنا خیلی تهدیدآمیز میپرسه چرا بچه‌ها رو چک نکردی؟